علیکم. در مورد فتوایی که صادر شد، البته این 100% از نقطه نظر دین مبین اسلام هست و دین مبین اسلام یعنی لباس مناسبی که معیارهای شرعی رعایت می شود توصیه می دهد یا امر می کند و لباسهای ملی که در اون رعایت معیارهای شرعی هست. البته با اون لباس ها یعنی می توانند هم لباس ملی در بر داشته باشند و هم لباس مذهبی در بر داشته در یک وقت. چرا که دین مبین اسلام هیچ نمودی رنگ یا دوخت یا طرح معین پیشکش کردگی نیست. حالا ببینیم تمام ملت ها با لباس های ملی خود معیارهای شرعی را رعایت میکنند، چی ملت اندونزیا باشد، چی مالزیا باشد، چی عرب ها باشند، چی دیگر ملت ها با رنگ و نمود و دختی خاصی ملت های خود معیارهای شرعی رعایت می شود. این رو 100% دین مبین اسلام قبول دارد و فتوای ما هم یعنی به همین مسئله است که یعنی با لباسهای ملی یعنی مدامی که معیارهای شرعی رعایت می شود 100% در بر کردن اون بهتر و خوبتر و افضلتر و شورای علما همون لباسهای ملی رو توصیه می دهد. سلام. یک نکته که در این متن این فتوا هست موضوعی حریر و تنگ و سیاه هست. میشه این نکته را بگید که این مربوطی کدام قشر جامعه است؟ آیا فقط با خانم ها متعلق ارتباط دارد یا با مردم؟ خب این یعنی حتی در اونجا کلمه یعنی اخلاقی هم اومدگی است. ما در نظر داریم اون نیم اوریانی که تماما به ملت ما بیگانه هست، اون رو هم در نظر داریم که توصیه داده نمی شود. باید که خواهران و مادران عزیزی ما باید عفت و مادری خود رو، عفت مادری و عفت زنی خود رو باید رعایت نمایند و پیروی از فرهنگ بیگانه که از پس اون برای ملت ها بلاهای زیادی بار میکنند، یعنی از اونها حذر داشته باشند. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری که حالا سیاه، عادتا از قدیم مردم ما به سیاه پوشی عادت نکردند، یعنی در نظر اکثریت کلی چی مادر خواهرها و چی مردم تاجیکستان لباس رنگ سیاه یعنی چندان قبول نیست. برای همین لباس اسلامی باید یعنی چی؟ یعنی ملی یعنی سیاه نیست از ما. خب و دیگر اینکه به نهایت چسبیده و که تمام عضوهای بدنش نمایان می شود با اون سر و لباس که اون رو به نام حجاب می پوشد، اون حجاب اسلامی هم نیست. چرا که حجاب اسلامی یا ستر این اسلامی یا لباس اسلامی یعنی عفت و حیا در اون رعایت می شود. سلامت شد.